به نام خدایی که با من از هر جا که باشم. با سلام و درود خدمت شما عزیزان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. در این ویدیو میخوام در مورد این صحبت کنیم که چرا اتفاقات منفی رو ما سریعتر جذب میکنیم. برای اکثر ما اتفاق افتاده که در طول روز سعی کردیم که به چیزهای مثبت فکر کنیم ولی بازم اتفاقات منفی برای ما رخ داده. یا اینکه اکثر ما وقتی که به یه چیز منفی فکر میکنیم سریع اون چیز رو جذب میکنیم و باهاش روبرو میشیم. یکی از دلایل این اتفاق اینه که ذهن ما برای موفقیت طراحی نشده، بلکه برای بقای ما و حفاظت از ما طراحی شده. ذهن سعی میکنه که از ما در مقابل مشکلات و آسیب‌ها محافظت کنه. پس بیشتر توجه ذهن ما درگیر چیزهایی هست که به ما آسیب میزنه. پس وقتی ذهن درگیر اون اتفاقات منفی هست، خود به خود ما رو به سمت اونها میبره و ما رو در اون موقعیت‌هایی قرار میده که راه مقابله با اونها رو کاملا بلده. دلیل دوم اینه که ناخودآگاه ما 97% از ذهن ما رو تشکیل میده که پر شده از افکار و باورهای منفی. این باورها و افکار منفی از کجا اومدن؟ ما از زمانی که کودک بودیم تا به الان طی سالیان سال این افکار و باورها رو از طریق دیدن و شنیدن و حس کردن و دیگر حواس از خانواده، الگوها، جامعه و صدا و سیما و آموزش و پرورش دریافت کردیم و در درون ضمیر ناخودآگاهمون ذخیره کردیم که از اکثر اونها هم بیخبریم. پس ما هر چقدر هم که بخوایم مثبت فکر کنیم، نهایتاً بتونیم یک لحظه یا چند ساعت مثبت فکر کنیم. حالا اگر اصلا در کل هم بتونیم چندین ساعت هم متمرکز یه موضوع مثبت باشیم، فقط 3% ذهن ماست که در جهت مثبت داره حرکت میکنه و 97% از ذهن ما در جهت منفی داره حرکت میکنه. اگر ما 100% ذهنمون رو 100 نفر در نظر بگیریم، 97 نفر از اون رو ناخودآگاه تشکیل میده و افکار منفی تشکیل میده و 3 نفرشون رو خودآگاه یا اون افکاری که الان میخوایم به سمتش بریم و مثبت هستن. اگر فرض کنیم که اون 3 نفر دست چپ ما رو میکشن و 97 نفر هم دست راست ما رو به طرف خودشون میکشن، مطمئناً اون 97 نفر قدرتشون از 3 نفر بیشتره و ما رو میتونن با خودشون همراه کنن خیلی راحت. اگر فرض کنیم ما داریم به فقر و بیپولی فکر میکنیم ولی در همون زمان میخوایم که به ثروت فکر کنیم و به سمت ثروت بریم، 97% از ذهن ما درگیر فقر و بیپولی یا افکار منفی هست و 3% به سمت افکار مثبت یا ثروت هستش. اگر ما به سمت ثروت هم حرکت کنیم، اون ثروت از ما دور میشه و فقر و بیپولی همچنان همراه ما هست، چون 97% از ذهن ما کاملا درگیر اون هستش. وقتی که ما به یه چیز منفی فکر میکنیم، 3% از ذهن ما که خودآگاه هست همراه میشه با اون 97% دیگه که درگیر افکار منفی بود و الان 100% توجه ما درگیر اون چیز منفی میشه و به سرعت ما رو به سمت اون میبره و در زندگیمون اونو مشاهده میکنیم. در این انیمیشن هم میتونیم کاملا واضح ببینیم که 3% بخش خودآگاه همراه میشه با بخش ناخودآگاه و در نتیجه 100% ذهن ما درگیر اون چیز منفی میشه که ما رو به راحتی میتونه با خودش همراه کنه. سومین دلیل این هستش که ذهن از دنیای ناشناخته میترسه و سعی میکنه ما رو در جای نگه داره که قبلا تجربه کرده. ما اکثرا در معرض چیزهای منفی بودیم تو زندگیم و اونا رو تجربه کردیم، پس ذهن نتیجه همه اونا رو میدونه و انتهای اون مسیر براش آشناست و با اون آشناییت داره و احساس خطری نداره چون راه کنار اومدن با اون رو میدونه. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید و براتون مفید باشه و بتونید از اون در زندگیتون استفاده کنید.